زمانی که شما یک برنامه را در آیفون دانلود میکنین، بعد هر بار ازتان پسورد میخواه. شما چگونه میتونین این آپشن غیر فعال بکنین تا زمانی که اگر یک برنامه را دانلود کردین، قسمی که در تصویر مشاهده میکنین ازتان پسورد نخواه. فعلا من میخوایم یک برنامه را دانلود بکنم، قسمی که میبینین از ما پسورد میخواه. بعد شما میتونین که چگونه امی آپشن غیر فعال بسازین تا هر زمانی که بخواین که یک اپلیکیشن دانلود بکنین ازتان پسورد نخواه. در قدم نخست فیس آیدی تان غیر فعال بکنین. اگر فیس آیدی تان به خاطر دانلود برنامه ها فعال باشه، بعد شما نمیتونین که یک اپلیکیشن بدون پسورد و یا همچنان بدون فیس آیدی دانلود بکنین، قسمی که در تصویر مشاهده میکنین. به خاطر از اینکه شما فیس آیدی تان در برنامه های به خاطر دانلود برنامه ها غیر فعال بسازین، ستینگ موبایل تان باز بکنین. زمانی که ستینگ باز کردین، از این قسمت بیاین بالای فیس آیدی اد پاسکود کلیک بکنین. بعد اینجا پسورد تان دایل بکنین. زمانی که پسورد تان دایل کردین، بالای آیتونز اد اپ استور بگیرین، غیر فعال بکنین. زمانی که آیتونز اد اپ استور غیر فعال کردین، باز هم ستینگ موبایل تان باز بکنین. بالای اپلایدی تان کلیک بکنین. بالای میدیا اد پرچیسز کلیک بکنین. پسورد ستینگ کلیک بکنین. از قسمت اینی پسورد ریکوایر پسورد به خاطر فری اپلیکیشن ها را غیر فعال بسازین. زمانی که ای را غیر فعال ساختین، بالایش هم که میبینین امی قسم رها بکنین و یا همچنان امی قسم بانین. بعد آپشن دن کلیک بکنین. بالای دن کلیک بکنین. زمانی که بالای دن کلیک کردین، میریم فعلا اپ استور ما را باز میکنیم، یک اپلیکیشن سرچ میکنیم. میبینیم که دانلود میشه یا نخیر. بالای اینستال کلیک میکنیم. قسمی که دیدیم بدون از اینکه از ما پسورد بخواه، اپلیکیشن ما دانلود شدن شروع کرده. این هم بود از آموزش امروزی ما. امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.